سروکمار فرانسه امانوئل ماکرون روژا دوشمیه لی اخافتین سالانه یا بالیوزن فرانسه لی کشک الیسیه کمار اسلامی یا ایران گرینگترین کشه استراتژیک و اولهیه لی روجلات نوین دزانین. وی گوت اوای میجار که گرینگ به جی گوتو بیجن تیوی اداره دونالد ترامپ سروکمار امریکایه. پروگرام نوکلیری و موشکی این تهرانه پیشتگیری ویا لشکری جی روسیای ردی شر لی اوکراینای ده. پیشتگیری جی کومن شترناک لی هرمه شاندینا لشکرن وکیل با همو هرمن کریزه این روجلات نوین و هلدانا شاندینا لشکرن با افریقای جی میجارن جدینه. گروپه که چاودریا شهر روژه یکشمه گوت که زیده تری ست شکدار لی باکور سوریه دی دو روژن بوریده دی شهر و پفچونن ناو برا گروپن که ترکیه پیشتگیری آواندی که و هزن کردین سوریه ده هاتینه کشتین. چاودریا سوریه جیبو مافن میروان گوت که جی اوارا اینیه دی شهر و پفچونان ده لی چند گندن در دورا باجار من بیچه سد و یک کس هاتینه کشتین. دی ناوان ده هشته و 5 اندامن کومن آلیگیرن ترکیه و 16 اندامن هزن سوریه دموکراتیک که پیرانی آوان کردین. هزن سوریه دموکراتیک بی داخسویانیه که راگی هند که کووان همو ایریشن بی گوتی نوان چتین ترکیه بی پیشتگیری بالافرن به میروف و فیروکین ترکیه پوچ کرینه. کومن بی پیشتگیری ترکیه لی باکور سوریه جنو و دست بی شرسوه لی دیجه هزن سوریه دموکراتیک کرین دیدمه که دکو سرهیلداین بی پیشنگی اسلامی دست بی ایریشه که کرین که تنه دی 11 روزانده سروک بشار الاسد هیلوشند. زیر خط فقر آیا نان و پنیری خورده ای؟ کودکت را دست خالی پیش دکتر برده ای؟ زیر خط فقر در سرما شبی خوابیده ای؟ دست پینه بسته یک کارگر را دیده ای؟ زیر خط فقر در سطح زباله گشته ای؟ با خجالت و نداری سوی خانه رفته ای؟ زیر خط فقر اینجا صف کشیدن مردمان، زیر خط فقر اینجا صف کشیدن مردمان. هی اضافه می شود
جمعیت محتاجنان، هی اضافه می شود جمعیت محتاجنان. زیر خط فقر هر شب یک نفر جان می دهد. زیر خط فقر هر شب یک نفر جان می دهد. زندگی نکبتش را سوت پایان می دهد. جورجیا ملونی سرک وزیر ایتالیای کوژی با هفدیتینا سرک هیلبیجارتی دولتن یک بویچو فلوریدا روژا یک شمی شانزده کانون یکم لی مارالاگوی لیگل دونالد ترامپ و مارک روبیو وزیر دروی حکومت دهاتوی امریکای جیویا. روزنامه نیویورک تایمز دی راپورته که گیرتینا چسیلیا سالا روزنامه وانا ایتالی لی تهرانه یک شمی جارن سرکه این و هفدیتینه بیناو کریه. مالونی واریا روژا شمی 15 چیله گیهیشت مالا ترامپ لی مارالاگویا ایالت فلوریدا او ده دیوگشته ده بیبه میوانه دونالد ترامپ. سلام. امروز 24 آبان 1403 دقیقاً 2 سال از روزی که با چشمای سالم برای اعتراض به خیابون رفتم و دیگه هیچ وقت اون چشما رو ندیدم میگذره. 2 سال پیش همچین روزی خیلی همون رفتیم توی خیابون برای اعتراض، ولی خیلی همون اون شب برنگشتیم خونه. خیلی همون با چشمای خونین رفتیم بیمارستان. شبای بعدش هم برنگشتیم خونه. همچنان توی بیمارستان بود. خیلی ها بازداشت شدن، خیلی ها کشته شدن. هیچ وقت یادمون نمیره 2 سال پیشو. منم یادم نمیره هیچ وقت چه اتفاقایی افتاد. امروز بعد از 2 سال این ویدیو رو گرفتم که بگم لحظه ای، حتی ثانیه ای از کاری که کردم پشیمون نیستم و اگه 1000 بارم برگردم به عقب بازم این مسیر رو پیش میرم. بازم برای زن زندگی آزادی، برای ایران میرم توی خیابون و اعتراض میکنم و میخوام بگم ما همچنان ادامه داریم. یا آدمی هیچ مرحله‌ای رو طی نکرده میاد یه دو مدیر کل سازمانی میشه، میگیم چون فلانی اینجوریه. حالا مثلا حزب اللهیه، حزب اللهی بدون امتحان باید بیاد بالا، بدون تجربه باید بیاد بالا. میشه یه مسئولیتی رو به کسی سپرد که تجربه به علمشو نداره؟ خیانتی بالاتر از این وجود داره؟ لگوری نوچگهانی جوانان لگلک جهان ده سالوگرا کوچا داوی یا قاسم سلیمانی ده به بومبه دستان آنگو شوتاندنه ایرشی وینو پلاکارتین وی یا لکولانی کرنه. قاسم سلیمانی وک فرمانده سپای قدسی برپرسه برفره کرنا هجمونیا شیعه یا ایرانی لحرم روشالات ناوین بو.
قاسم سلیمانی ده هیاما جیانا خوده گلک جاران رولک سرکه جبو رژیم ده دست پیکرنا خواپیشاندان نوخویده لیستیه او دستین وی بخونه به هزاران خلق بیگناه لإیران دمایه. قاسم سلیمانی ده 3 چلیا 2020 ده لعراق ده ایرشک اسمانی آمریکای ده هات کشتن.